ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 27 ایون سال 2023 در صفحه‌هایشان در فیسبوک چند عکس و علامت‌های ظاهری مردی را نشر کردند که باور می‌رود شام 23 ایون در عبادت معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت اللهیف فعالانه اشتراک داشت. بنا به تصویر تفتیشات این مرد قدش نچندان بلند تخمیناً 168-175 سانتی متر بوده، نمود بدنش ورزشی و در سرش کپک پوشیده، ریش رسیده و عینک داشته. ظاهراً برای اون که کسی او را نشناسد نقاب طبی استفاده میبرد. مقامات حفظ حقوق با نشر عکس‌های یکی از این آدمربایان احتمالی خاطر رسان کردند که برای نفرانی که برای آشکار نمودن این جنایت به مقامات حفظ حقوق مساعدت میکنند یا خبر میدهند در مجموع $30,000 امریکایی مکافات تعیین کرده شده است. مقامات بار دیگر قول دادند که تامین امنیت مساعدت کنندگان کفالت میدهند. مقامات میگویند با مقصد برای ماندن همکاری مخفی با شهروندان در وزارت کارهای داخلی اتاق علاوه مخصوص مخفی با رقم تلفن موبیلی 992 93 992 2446 پیوست به برنامه‌های اینترنتی واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام و سراغ الکترونی سازمان داده شده است. شهروندان می توانند با باوری همکاری خود را با اتاق مخصوص الکترونی برامانند. شهروندان می توانند با رقم 992 888 5511 11 به تلفن باوری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده که به مسنجر، واتساپ، وایبر، ایمو، تلگرام پیوست است نیز زنگ بزنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک روز از این قبل با نشر یک مراجعتنامه به نفرانی که به جنایت آدمربایی نسبت شهروند اسمت اللهیف شورت عبدالغفارویچ معاون رئیس اوریون بانک دست زدند پیشنهاد کردند که اگر اختیارا شخص گروگان را آزاد نموده به مقامات حفظ حقوق حاضر شده به گناه خود اقرار شوند، مطابق مقررات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به آنها معیار سبک‌کننده تطبیق کرده می شود. این در حالی است که با گذشت اینک 5 شبانه روز از ربوده شدن شورت اسمت اللهیف مقامات تا کنون او و آنهایی را که این بانکدار شناخته را ربودند پیدا نکردند.